سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. امروز میخوام که نصب پنل صوتی الکتروپیک رو به صورت کامل توضیح بدم خدمت شما عزیزان و امیدوارم که این آموزش برای شما مفید باشه. خب اول توضیحاتی رو خدمتون بدم. آیفون صوتی الکتروپیک پشت پنل دو تا بخش داره، یه بخش قفل و یه بخش هم برق AC. یه بخش دیگه هم که ارتباط به گوشی صوتی داره، 1 2 3 4 و بخش تغذیه L1 L2 داره که مستقیما به قفل متصل میشه و 12 و 0 هم که خب همون ACه. دو بخش هم این قسمت داره که برای تنظیم صدای رفت و برگشت. حالا برای اینکه ما آموزش بدیم، اول کاری که انجام میدیم، من اینجا قبلا اینجا نصب کردم ولی اما توضیح رو خدمتتون ارائه بدم. روی گوشی صوتی هم 5 رشته سیم وجود داره، یعنی 5 رشته سیم نیازه که برای اینکه شما بتونید متصل کنید گوشی و پنل رو. اولی بل هست، بی یا بل که زنگ، بعد 1 2 3 4 که از بالا من حالا نارنجی سفید و آبی سفید رو متصل کردم و همین رو میام تو پنل نصب میکنم برای اینکه سریعتر انجام بدیم، دوستان بتونید راحت‌تر ببینید. خب حالا ما همون سیم بندی که روی گوشی نصب کردیم، متصل کردیم رو، همون رو هم دوباره همون پنلمون نصب میکنیم که بلمون که خب میاد رو اینجا توی قسمت شاسی. حالا من به این شاسی چون متصل میکنم، نارنجیمون 1، سفید 2، آبی 3 و سفید آبی هم که 4 و میمونه این بخش دربازکن. من 2 رشته سیم به صورت مستقیم از دربازکن میاد به پشت پنل و به این صورت متصل میشه. و 2 رشته هم که خب برق AC همون ترانسمونه که اینجا مشاهده میکنید، این رو هم متصل میکنم. خب الان پنل ما متصله و این شاسی بود که من متصل کردم، الان وصله و این هم که ملاحظه میکنید در باز. خیلی سیستم ساده ای داره. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که این 4 تا رشته سیم 1 2 3 و 4 تو همه گوشی‌های صوتی مشترکه. البته تو تصویری هم همین به همین صورته، اما تنها رشته‌ای که برای هر واحد باید جدا باشه سیم زنگه که هر واحد برای خودش جداگونه باشه که بتونه با فشردن شاسی به این صورت زنگ بخوره. اما سیم بندیاش به چه صورت هست و چه کارهایی رو انجام میدن؟ خب ما اول یه کاری رو میخوام انجام بدم، اونم اینه که خب
کاری که میخوام انجام بدم اینه که دو تا رشته سیم رو اگه به هم متصل کنم، به این صورت اگر به 3 و 4 بزنم در بازکن باز میشه به این صورت. حالا این برای مواقعی شاید نیاز باشه، خواستم بگم که 3 و 4 در باز کنه. حالا اما سیم های بقیه سیم ها رو من یه توضیح بدم. اولین سیمیه که حالا من صدای میکروفون هست، یعنی صدایی که از پنل به سمت بالا میاد، که الان من این سیمو قطع کردم بازش کردم، الان دیگه صدای پایین به سمت بالا نمیاد، ولی صدای بالا به پایین، یعنی صدای گوشی به سمت بیرون الان داره میاد. حالا من اینو متصلش میکنم، شماره 2 رو باز میکنم. شماره 2 همونجوری که صداش متوجه میشید، وقتی قطع کنم دیگه صدای بالا، یعنی صدای گوشی به سمت پنل رو ما نداریم. شماره 1 صدای پایین به سمت بالاست، شماره 2 از سمت بالا به پایینه که الان من صدا رو ندارم. وقتی که متصل کنم صدا از بالا به سمت پنل برقرار میشه. شماره 3 شماره منفیه و اگه این قطع کنیم عملا دیگه هیچ کارایی رو نداره، کلا سیستم دیگه حتی در بازکن هم عمل نمیکنه، چون این منفیه و حتما باید متصل باشه. شماره 4 در باز کن. ببینید الان در باز کن میزنه، ولی وقتی که من این شماره 4 رو باز میکنم دیگه در باز کن عمل نمیکنه. الان درم عمل میکنه. صدا کامل هست، در باز کن عمل میکنه. خب خب دوستان، امیدوارم که این آموزش هم برای شما مفید واقع بشه و بتونید ازش استفاده کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.